ضرورت داره. مبارک این جدید رسیده از آن میدانه ما شما ببینیم که خون ریختنده. الله خواهد است که عبادت ما شما را ضایع نمیکنه، خون ریختندن ما شما را ضایع نمیکنه. تفسیری نمیکنیم که امروز در افغانستان ما شما میبینیم هر زوراوری که میآید الله شکست میدهش. سببش چی است؟ خون ریختندن است که ما شما در چند دهه پیشتر که روس برای افغانستان آمد به سبب چی نجات یافت؟ مسلمان ها خونش ریخت و امروز که امریکای اشغالگر آمد که به شکست مواجه شد چی شد؟ خون ریخت. هدف این به قربان امی است. kecil itu cuma sahabat ibu